وين داون هذا شيء كلام ما دمك وين دو زيت وين سبيجر كتول من الجن يا من شيء صور في راب جاب جاب دالو بتمنى لا خطو خطو لكن هو يوصل انا دكتور وين أنا أولاً مراتب سلام مرا به خدمتتون قبول نمایید. اگرچه ما با چشم از یکدیگر دور باشیم ولی با دل نزدیکیم. من حاجت چند کردنم ندارم چونکه این سالی من 88 است. منتفع کسی دیگه فراموش میکنیم که خود نمیدانیم. لیکن به خاطر اونی که فرزندای ما در همینجا خدمت میکنن وطنی عزیز ما را تاجیکستان همیشه بهار را از آن جمله یزگلام که آمده اینجا خدمت میکنن برای مادران خواهران برای همه خدمت میکنن ما به اونا تشکر میکنیم و خدای تعالی اونا را دائما سربلند دلیر جسور اتفاق چونکه شیخ سعدی میگه که مرچگان گر بیکنند اتفاق شیر زیان را بیدرانند پوست. مرچگان مرچند لیکن شیر قدر بزرگ است. بینید که همون مرچگان شیر چی میکنند. بنابراین ما مردم تاجیکستان ما باید یکدیگر را جدا نکنیم این فلان و فلان فلان. ملت تاجیک روس و یهود نیست فرقی میان ما موجود. ما بینید همه یکیم. نگوییم که این از فلان دو این از فلان دو ما تاجیکستان بینید شما جوان بیاشی نمیدانید من کلانم وقتی که یک وقتا بابی من بود سفر کرد در همون یزگلام جنازه نموندم گفتن جنازه نکنید 10 نفر شده تیها مرده اون کسا جنازه کردن باید بردن به قبرستان آدر بینید گلدن شکفانه همه جا با تشکر کی؟ با تشکر جناب عالی یزگلام چیز بود یزگلام اینه کوری میشوه ما بچه ها این مردم این جوانان یزگلام از اون جمله یزگلام ما باید ما در حقی همین پرزیدنت همون دها کنیم دائما چونکه میگه که پاشا نسبت به ما اون پاشا برای خدای تعالی نزدیکتر است فهمیدید بینید کوپرکایی در اینجا کوپرکی بده که یک وقت ماشین خطی همین ماشین من خودم میروندم آمدم قریب شد نابود شویم ولی بینید دو کوپرکایی که بینید قصرها را تاجیکستانی که 20 سال میاد تاجیکستان این نگاه کردن نمیتونید تاقیت میافتد اینا کی اجل کرده اینا جناب عالی پرزیدنت ما با در حق وی دارم کسی اگر میگه برای پرزیدنت اگر دهای بد کند و خطا میکند و کوری میشود از دست که این از دست که از دست پرزیدنت صاحب میگن معنای صاحب ما کی است اول میشم خدا دیگه صاحب ما پرزیدنت است همه ما رو بینیده یک وقتا من از این اون پیش اینام یاش جوانم هایم اینجا میشستیم ون میرفتیم شمالات قطعی اون طرف یک نوکس از شمالات بود اونجا میرفتیم ماشینه عذاب قبط ها خانه ها با میرفتیم یک ما میستادیم میموندیم ای خانه ها ما را بدر بعضی وقت ای خانه ها یا مثل نبود کسی که کمکک آبرو چی میداشت سوار میشد میرد بیچاره ها میموندن آدیر بینید ای همینجا ماشین ها میخیزن پگاه میبینی که در دوشنبه فرزندان ما همینجا مثلا یگون وقت هم میشوند از مسکو یک روز بعد 2 روز بعد آمده میرسند این موفقیت نیست این مسجد ها را بینید شما میگید حکومت هم برای همین ملا عالم ها مبارزه نمیاد اینا را دستگیری میکند برای کی؟ برای نیمچه ملاها میگد آدم کافر میکند این جانی که میبیاییم 2 سوره رو میگیریم سوره فاتحه الهم یاد میکنیم و کرته سفید و همین ایزار سفید و یکی عجایب بیام مردک عجایب هست آقای مردم شما میداد
پدر من میرزا کلام بود پدر من لیکن وای معلم بدو وای چی بدا جماعت به تو مردن همیشه چی ما ندیدیم شما کسون میپوشیدند شما کسون میپوشیدند بعد می آمدن همچین یکم گپی نبود ولی هر کس خودش من مردم در یکدیگر دختن در کار نیست مسجد ها کشادگی لیکن مسجد برای کشاده نیست که ما رفته گپای حکومت زنیم گپای مردم زنیم این خیل و خیل توری میشوید این خیل نکنید پرزیدنت همون همه طرفه برای تزیین نمی ارزد قدی بلند